قشنگ به طور واضح و زیر نظارت مستقیم شورای نگهبان و جسم ناقص عظما یه مشت خرفت و ببو گلابی بی سواد مملکت رو گرفتن دستشون و همینطور اراجیف میگفتن و جیب خودشون رو پر میکنن. مثلا بشنوین که رئیس شورای شهر شیراز تو برنامه زنده تلویزیونی چی میگه. یه بافت تاریخی فرهنگی داریم در شیراز که از لحاظ مهندسی بافت تاریخی در ایران بی‌نظیره. من این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی رو فقط در ونیز سوئیس دیدم، سوئد دیدم، ایتالیا دیدم. بله، یه بافت فرهنگی تجاری هم در مشهد هست، همون اطراف آستان قدس و علم‌الهدی و رئیسی و اینا. این بافت بی‌نظیره. این بافت بخور و بریز و بپاش رو من در هیچ جایی تا به حال ندیدم. فقط در بافت گروه‌های مافیایی شهرهای میلان فرانسه دیدم، میلان ژاپن، بله میلان ایتالیا، و یه بافت جانورشناسی هم در قم هست، مخصوصا اون اطراف حوزه علمیه و اون طرفا. این بافت هم خیلی بی‌نظیره، یعنی من هیچ جای دنیا همچین بافت شلخته و وحشی رو ندیدم. فقط یه جا هست، اونم در جنگل‌های آمازون تو ترکیه دیدم. آمازون سوریه، نه ببخشید، آمازون برزیل. یه بافت پشمالوی کر و کثیف هم من اطراف بیت مقام عظما دیدم که این بافت هم اتفاقا خیلی بی‌نظیره. یعنی من همچین بافت پشمالویی رو هیچ جای دنیا ندیدم. فقط یه جا هست، اونم روی گردن کانگوروهای روسیه، نه کانگوروهای لبنانی، ببخشید کانگوروهای استرالیایی. آره، خلاصه اینکه قدر این بافت‌ها رو بدونین دیگه، خیلی بی‌نظیره.